دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و روز خوبی رو تا الان پشت سر داشته باشید. اگرم حال دلتون خوب نیست، امیدوارم این چند دقیقه‌ای که قراره با هم دیگه یه مقاله دیگر رو بررسی کنیم یکم ذهنتون، دلتون از این فضای منفی که توش هست بیاد بیرون و حس بهتری پیدا کنید. امروز میخوام راجع به وابستگی با هم صحبت کنیم. اینکه چقدر مهمه و چقدر فرق داره وابستگی سالم و وابستگی ناسالم. اول بسم الله داستان از اونجا شروع میشه که همه ما انسان ها دوست داریم وابسته بشیم و دوست داریم که یه رابطه، مخصوصا رابطه عاشقانه رو تجربه کنیم. چرا؟ چون ما انسان ها ذاتن چرا این خوشگله؟ خیلی خوشگله برن توی رابطه همونجوری که داشتم بهتون میگفتم. حالا این رابطه در اصل رابطه عاشقانه واقعا همش خفن‌تر و افکت‌تره دیگه، ولی مشکلی که وجود داره اینه که به ماها از بچگی گفتن که آقا شما باید مستقل باشی، مستقل بودن خیلی خفنه و یه جورایی وقتی تو خیلی مستقل میشی دیگه ترسناک میشه برات وابستگی و میترسی از اینکه حتی وابسته بشی یا حتی وابستگی و آدمایی که وابستن و خیلی چیز چیپ و به درد نخوری میگیری، در صورتی که واقعا اینجوری نیست و نه انسان و نه زندگی اینجوری کار نمیکنه. یه چیز دیگه هم بده خیلی به اون بهش میگی وابستگی ناسالم. ما توی این مقاله جو گرفتم، میگم من که این مقاله رو ننوشتم، دارم براتون تعریف میکنم. این بچه‌هایی که این مقاله رو نوشتن میخوان به شما یاد بدن که آقا وابستگی سالم با وابستگی ناسالم چه فرقی داره، ما اصلا چجوری اینا رو متوجه بشیم و اگه الان تو رابطه هستیم چجوری اون رو درستش بکنیم و اگر تو رابطه نیستیم چجوری یاد بگیریم که این اتفاق برامون نیفته. بریم سراغ بررسی بیشتر وابستگی ناسالم. اینکه یاد بگیرم اصلا وابستگی ناسالم چیه، یکم از این گیج و گنگی در بیایم. ببین مشاور و روان درمانگر داریم، لنسر حرف جالبی میزنه، میگه که کلن وابستگی ناسالم یه وابستگیه که فرد حس اصیل خودش، حس اصل بودن خودش رو از دست میده و تمام تفکرات و رفتارهاش حول محور یه فرد میچرخه. خیلی چیز دارکیه دیگه، یعنی یه جورایی آدمو یاد مواد مخدر میندازه. میدونید چی میگم؟ که دیگه هممون میدونیم چیز سالمی نیست. وابستگی متقابل بچه‌ها کلن با وابستگی ناسالم تفاوتاش وحشتناکه. مهمترین تفاوتش اینه که فردی که وابستگی ناسالم داره حس هویت و سلامت روانی خودش رو از دست میده، چون همه اینا به فرد مقابلش بستگی داره. یعنی تو دیگه هیچ مرزی با فرد مقابلت نداری و یکی از این افرادی که تو رابطه هستن احساس میکنه که مسئول برآورده کردن تمام نیازهای طرف مقابلشه. براتون آشنا نیست؟ خیلی فکر میکنم برای خیلی این موضوع آشنا میشه. اما ویژگی های رابطه ناسالم چیه؟ اصلی ترینشو که من الان بهتون گفتم. خب اما بیایم یکم تیتروار بررسیش کنیم. بعضی موقع این کار من خودم انجام میدم، وقتی یه دونه چک لیست انگار داری دونه دونه بررسیش میکنی، بعد میفهمی که اوه من یه همچین مشکلاتی رو انگار دارم و طبقه بندی میشه تو ذهن. خیلی حس بهتری به آدم میده. اون همینه. خب اولیش همونجوری که فهمیدید اصلا مرزی وجود نداره.
حالا چه برسه به مرز سالم یا ناسالم. پس ما اصلا مرزی وجود نداره. دوم، یکی باید تمام تلاش خودش رو همیشه بکنه تا رضایت طرف دیگری رو جلب کنه، اونم به هر قیمتی. سوم، واکنش پذیری‌ها خیلی زیاده، یعنی ریاکشناشون به همدیگه، کاراشون خیلی واکنش پذیری‌ها عجیب غریبه و نابجاست. خب اینجا فکر میکنم میدونید اتفاق بعدی چیه دیگه. باریکلا، مقصر میدونن همدیگه رو و این مقصر دونستن پدر آدم رو در میاره. چرا؟ چون آخرش ختم میشه به این که یکی از این رفتارها باید یکی از این طرف رابطه ما باید اون یکی رو چیکار کنه؟ کنترل کنه و این رفتار کنترل گرایانه یا دستکاری کننده آروم آروم توی این رابطه شکل میگیره و متاسفانه آخرش میشه چی؟ میشه مشکل در برقراری صمیمیت عاطفی، یعنی صمیمیت عاطفی از بین میرود. پس فکر کنم اینجا دیگه هممون متوجه شدیم که توی این نوع رابطه افراد اجازه ندارن که خود واقعیشون باشن و وقتی تو خود واقعیت نباشی دیگه رشد نمی‌کنی، چون هیچ استقلالی نداری. پس یکی از طرفین رابطه بچه‌ها اینجا باید به شدت به اون یکی وابسته بشه تا اون رابطه احساس ارزشمند بودن تا امنیت به طرفین مقابل بده و نهایتاً هم وقتی اون رابطه تموم میشه طبیعیه که طرفین به شدت احساس گناه میکنن. خب یکم مسیرمون عوض کنیم، هوا آروم آروم داره تاریک میشه. از یه طرف دلم چایی میخواد، از یه طرف دیگه اینقدر شلوغه، بعضی هم حساسن به این که البته حساسن که حق دارن دیگه، طرف اومده اینجا داره حس میکنه که تعطیلات اومده و میخواد یه آرامشی داشته باشه، ما لنز دوربینمون تو صورتش باشه، خب حس خوبی نیست. برای همین یکم صبر کنید، من برم یه دوری اینور بزنم، یه جایی پیدا کنم انقدر جمعیت نباشه. خب بریم سراغ ادامه داستان. چه آهی کشیدم. ببین، ناسالم رو یاد گرفتیم با هم، حالا بریم سراغ اون چیزی که ما باید سعی کنیم بهش برسیم و اونم یک وابستگی متقابل یا یک وابستگی سالم. بچه‌ها توی وابستگی سالم هر دو طرف برای تأمین نیازهای عاطفی و فیزیکی یکدیگه باید تلاش کنن. پس اینجا دیگه مسئولیت رو دوش یه نفر نیست که رضایت اون طرف مقابل رو به هر شکلی باید به دست بیاره. خب نکته دوم اینه که هیچ کدوم از طرفینی که وجود دارن احساس ارزشمندی خودشونو از طرف مقابل نمیگیرن. خودشون ارزشمندن و خودشون به خودشون ارزش میدن و از همه اینا قشنگ‌تر اونم اینه که میتونن تو مواقعی که نیاز دارن به هم تکیه کنن بدون اینکه احساس بکنن یکی داره یکی دیگر رو چیکار میکنه؟ کنترل میکنه، یا یکی دیگه کاملا کنترل خودش رو از دست داده و خودش رو به طرف مقابل سپرده. درست شد؟ به قول خودمون اینا امنیت عاطفی دارن. چه صدای پرنده میاد میشنوی؟ خیلی خوشگل. امنیت عاطفی دارن یعنی چی؟ یعنی جفتشون احساس راحتی میکنن، آقا قشنگ میتونن آسیب پذیری خودشون رو، جایی که آسیب پذیر هستن رو به طرف مقابل نشون بدن. پس این میشه تعاریف کلیش. خدایا چه صدای پرنده ها قشنگ. خب اما میدونید الان قراره چیکار کنم دیگه. بریم سراغ همون چک لیست ها، یه جورایی ببینیم فرق یه رابطه سالم، یک وابستگی سالم با یک وابستگی ناسالم تو چیه.
ببینید، یک رابطه سالم، خب بچه‌ها، طبیعتاً برعکس اونه که مرزهای سالمه و مشخصه. اون که اصلا مرز نداشت ها. یکی دیگه که وای چقدر دید من مهمه، اونم اینه که طرفین به همدیگه گوش میدن و این گوش دادنه یه گوش دادن فعاله. یعنی همیشه تو حواست به طرف مقابلت هست که داره راجع به نیازهاش با تو صحبت میکنه. اینا یه ارتباط شفاف و صادقانه با هم دیگه دارن و عزت نفس سالمی دارن که کاملا هم چیه؟ دو طرف است. و در آخرم صداقت توی این رابطه موج میزنه. و زمانی که هر دو طرف بچه‌ها توی رابطه احساس ارزشمندی و امنیت بکنن، رابطه تبدیل میشه به پناهگاه و این میشه قشنگترین حسی که شما میتونید توی رابطه تجربه بکنید. خب خیلی قشنگ بود دیگه. حالا ببینیم چجوری باید یه رابطه وابسته رو ایجاد بکنیم با طرف مقابلمون که متقابل یا همون سالم باشه. بچه کلیدش توی این مقاله میگه شناخت خودته، نیازهاتو بشناسی، ارزش‌های شخصی خودت رو بدونی چیه و صرفاً به خاطر اینکه میخوای از تنهایی فرار کنی وارد رابطه نشی. میگه این سم رابطه است. اما روان درمانگر خانم مارتین اینجا میاد چند تا پیشنهاد جذاب دیگه هم به ما میده. اولیش اینه، میگه که اول بدون چی برات مهمه تو رابطه. دوم، از اینکه خواسته هاتو بگی نترس. سوم، برای رابطت وقت بذار، ولی برای دوستات و خانوادت هم وقت بذار. اهداف شخصی خودت یادت نره. تو هدفهای شخصی داری، همه هدفات نباید به رابطه مربوط بشه، دنبال اونا برو. برای علایقت و سرگرمیات وقت بذار، نشه یهویی اونا رو فراموش کنی ها. این اصلا اتفاق خوبی نیست. از همه اینا خوشگل‌تر از گفتن نه نترس. و آخرین پیشنهادی که میکنه اینه، برای راضی نگه داشتن دیگرون خودتون رو محدود نکنید. خب مقاله امروزم تموم شد. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و سرتون هم درد نیاورده باشم. دیگه فعلا بای بای.